حضرت عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه های کرام بود و بسیار با دولت بود، بسیار با دولت بود. صحابه ها گفتن ای عبدالرحمن، حدیث پیغمبر را شنیدی که پیغمبر خدا گفتن لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40. روز قیامت تو قدم تا از قبر کندن نمیتانی تا 4 سوال و جواب نگوی. یکم چی بود؟ ان عمره فيما افنا، این عمر در کجا صرف کردی؟ از این سوال میشوی. ان علمه فيما فعل، علمی که خدا بر تو داد در کدام راه صرف کردی؟ و عن ماله من اين اکتسبه و فيما انفقه، از مالت پرسیده میشه از کجا آوردی مال و در کجا صرف کردی مال. و عن جسمه فيما ابلاه، از این دست و پا پرسیده میشه اینها را در کدام راه کونه کردی، در کدام راه این دست و پا را مانده کردی. عبدالرحمن گفت با حدیث بسیار توجه کن که از عمر 1 بار پرسیده میشده، از علم 1 بار پرسیده میشه، از جسم 1 بار پرسیده میشه، لیکن از مال 2 سوال است. از کجا پیدا کردی، در کجا صرف کردی، 2 سوال میشده است. عبدالرحمن تو مالی زیاد داری، نزد خدا چی جواب میگویی؟ عبدالرحمن گریان شدن. عبدالرحمن که نشستن و از جا خیستنش عبادت بود، گریان شدن. گفتن نسبت من یگان خوف نکنین و دلسوزی هم نکنین. عبدالرحمن وقتی که سحر روز می شود 100 تنگه در راه خدا خیر میکنن. باز بیگاه که می شود خدای عبدالرحمن به عبدالرحمن 1000 تنگه می دهد. چی جای گناهش است؟ من چنان تجارت با خدا دارم، 100 در راه خدا میتم، بیگه 1000 از جانب خدا میگیرم. چی جای عیب، چی جای گناهش است؟ خوش به حال همون برادرانی که دولت دارن و با خدا تجارت میکنن، در 100 میگیرن. خوش به حالتان. حضرت گفتن به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز بدن حسرت خوری. میتونی همون قیامت و راحت بهشت در همین دنیا ای آدم پولدار بخری. بخر میگوید حضرت سعدی، ورنه حسرت خوری. چنان حسرت میخوری، چنان پشیمان میشه که دیگر پشیمانی سودی